سلام و درود به برادران، خواهران و مادران و پدران و به تمام مخلصان شبکه اندیشه. امروز میخواهم در اطراف یک شخص بزرگ که سردفتر ادبیات فارس و تاجیک ابو عبدالله رودکی، شخص با تقوا، مسلم، حافظ قرآن که سال تولدش 858 در شهر پنجکند دهه پنجرود یا اینکه رودک به دنیا آمده است. وقتی شعرهای ایشان را قرائت میکنی میفهمی که سر به سر احادیث های رسول اکرم و آیه های قرآن، سخنان الله میریزد و غیر از پند و حکمت دیگر چیزی نیست. میخواستم یک چند شعرهای حضرت را پیشکش شما گردانم و تحلیل نمی کنم، برای آن که شعرهای حضرت نسبت به شعرهای سعدی و جلال الدین و حافظ و شمس تبریزی خیلی آسان است و سخنانی دشوار هم نیست. اینک گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کر ار نقطه نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. برو ز تجربه روزگار بهره بگیر، که بهر دفع حوادث تو را به کار آید. هر که ناموخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. این جهان را نگر به چشم خرد، نه بدان چشم کاندرونی گری. همچو دریاست و از نکوکاری، کشته ساز تا بدان گذری. چهار چیز مرازاده را ز غم میخرد، تنی دوست رو، خوی نیک و نام نیک و خیرد. هر آن که ایزیدش این هر چهار روزی کرد، سزد که شاد زید جاویدان و غم نخورد. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی نیاز. مردمانی بخرد اندر هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان. گرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همه بنگاشتند. دانش اندر دل چراغ روشن است، و از همه بد بر تن تو جفشن است. به چشم دلت دید باید جهان، که چشم سری تو نبیند نهان. بدین آشکارت ببین آشکار، نهانت را
بر نهان گمار. ای دریغا که خیردمندان را باشد و فرزند خیردمند نی. ورچی ادب دارد و دانش پدر، حاصل میراث به فرزند نی. اینک صحبت امروزه ما به پایان رسید و اگر تحلیل این شعرهای حضرت را کسی بخواهد و کسی نیازمند باشد در کامنتاری نویسید، انشاءالله پیشکش شما میگردانیم. خوشبخت و خانه آباد باشید.